شعبه وزارت کارهای داخلی یک درنامه فردوسی بارزه مرد 43 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او $750,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که از خارجه برای رونق تجارتش مواد استفاده بری چلم را دسترس می نماید، اما نام برده تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. همزمان ضمن گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اکتبر سال 2019 با روی فریب به باوری مرد 37 ساله ساکن پایتخت در آمده از او $60,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه از خارجه برای رونق تجارتش یکچند نمود محصولات را دسترس می نماید، اما مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال بر نگردانیده است. نسبت گمان برشونده از طرف پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند به آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 30 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 03:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد مغازش واقع در کوچه دهلوی پایتخت گردیده با راه پنهانی از آنجا 11,000 سامانی و بعضی کامرای مشاهده‌ای را تصرف نموده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغان 14 و 15 ساله ساکنان ناحیه ورزاب همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.